مرد حسابی چه خبرته در کندی؟ اومدم برق قطع کنم. برق گور بود که بخوای قطعش کنی. برق کجا بود؟ یه دقیقه برق میزنم در بزن تو دوباره برق بزنم. آمو تو اینقدر اصلا حالت خوب نیورد از خدا. طرز حرف زدن الان درستت میکنم. هیچ غلطی هم نمیتونی کنی. درستت میکنم. یه عروسی راه بندازم به من میگن ناقره کوچیک. کرا بیای گازل منو درست کنی تو. اما ما ایسو برق نگازیم. آیا همین سرتون رو نخوره. این برق ما کی میاد؟ 40 دقیقه وایسی اومده. او چه خبره؟ 40 دقیقه وایسی تا بیا کمه. آیا همین تو سردر اداره برق. آقای محترم بوخ. دیگه راستی تا اینجای برق کی میره؟ برق ده خدا رو شکر نمیره، فقط روزی 2 ساعت میاد. خبرتون بیا. صاحب درستتون میکنم. چه خبرته نکنه بودی برق قطع کنی؟ اومدم ستونه بچینم. برای چی شما پول اون ندیدیم نه برق؟ تو که پول اون نمیدی معلومه پول برق هم نمیدی. سه برق دوزی. ساین کنتور آبا. چون تو چه بس برو بگو سباق ببینم. جیگر دیشب ترانس ما رو بردن. ترنس منم با این سیبیلم 10 بار تا توی منطقه می‌خواستم ببرنم. مطمئنی در مورد برق حرف میزنی؟ واسه ما فاز 8 برق نداریم. میشه خودم وصلش کردم خب. اما اصلا ستون نداریم. اونجا برق که میره با ستون و کابل میره. یعنی میخوای بگی ما دوزیم؟ ما زرنگی. این گوشیم کو؟ گوشیم کو؟ ای باز فاز بود. بعد فاز بود. اداره برق. درک پاشو